خب دوستان، در برنامه هفته قبل اگه یادتون باشه یه صحبتی با بابک داشتیم و در انتهاش گفتیم که در یه فرصتی در مورد واکسن سازی رژیم هم صحبت بکنیم. الان بابک همراه ما هستش. اولا که خوش آمدی و دومی که این قضیه واکسن سازی رگباری رژیم چی هستش بابک؟ واکسن سازی نه، رونمایی. رژیم رونمایی رگباری میکنه. واکسن سازی یه مرحله است، رونمایی یه مرحله. اونی که رژیم با سرعت انجام میده رونماییه. یعنی میگه که به اصطلاح رونمایی سخت‌تر از واکسن سازی هستش؟ دقیقاً. چند تا کشور الان تو این سرعت دارن رونمایی میکنن. خب واکسن همه میتونن بسازن، ولی این میزان رونمایی فقط کار رژیمه. خب آخه این که به اصطلاح با منطق اصلا جور در نمیاد این معادله که تو بهش اشاره می‌کنی. ببین کارهای رژیم اگه میخوای بررسی کنی، اول منطق باید بذاری جلوی در، بدون منطق وارد شی. چون با منطق وارد شی فقط عذاب و شکنجه و جنگ اعصابه. ببین تو رژیم اینطوریه که میرن بدون اینکه واکسن بسازن رونمایی میکنن. اونم نه یکی، نه دو تا، 7 تا 8 تا ادامه هم داره. اینجاست که منطق باید بشینه زار زار گریه کنه. جن و بسم الله رو میشه با هم آشتی داد، اما منطق رو با این رژیم نمیشه آشتی داد. بذارید من صحبتم با یه تکی کلام، یک نقل قولی از آلبرت انیشتین شروع کنم. بله. دانشمند معروف. بله معروف. دیگه یه دونه دانشمند انیشتین نداریم دیگه. تو این چرا میگی چندین انیشتین؟ بله. حالا من منظورم انیشتین دانشمنده. ببین آلبرت انیشتین میگه که دو چیز هست که انتها نداره. یکی کائنات، همین ماه و خورشید و کهکشان، و یکی هم بلاهت آدم‌های بیشعور. بعد تاکید میکنه، میگه تو اولیش مطمئن نیستم، میگه ممکنه علم بره جلو، ته کائنات مشخص بشه، ولی دومی مطمئنم. ببین چقدر نابغه بوده که سال 1955 ایشون فوت کرده و اصلا رژیم رو ندیده، اما میدونسته در آینده نزدیک آدمایی میان که هر روز پای این نظریه که بلاهت ته نداره رو صفر میکنن. ببین الان خب خیلی ساده است دیگه، هر کی بره مثلا چند دقیقه پای صحبت خامنه‌ای، روحانی، رئیسی، سلامی، هر کی اصلا فرق نمیکنه، بشینه سریع نظریه اثبات میشه که بلاهت ته نداره. مثلا شما در نظر بگیرید این داستان رونمایی از کرونایاب مستعان، همون کرونا قابل آنتنی که ویروس میگیره میکشت تحویل میداد. من خودم گفتم دیگه این ته بلاهته. در همین فکر بودم، دیدم توضیحات سلامی سر دو قطبی داد، دیدم نه این دیگه ته بلاهته. گفتم دیگه از کسی این قد از این بالاتر نمیتونه. گفتش یک سیگنالی میده این دو قطبی که دستگاه میگیره. دو قطبی دیگه گفتم این دیگه ته، دیگه انیشتین شکست خورد. دانشمندا گفتن اصلا همچین سیگنالی مطلقاً وجود نداره. بله دانشمندا که نباید وارد این قضیه بشن، که گفتم منطق و علم و اینا که اصلا راه درست. بعد اومدم دیدم نمکی وزیر بهداشت همین رژیم میگه که صبح میگه من مرده‌شور هستم، کارمون تو کرونا نمیتونیم کاری بکنیم. عصر میگه که ما میخوایم بریم کمک هند با 1 میلیارد و خورده جمعیت کرونا رو اونجا براشون شکست بدیم. گفتم دیگه این ته بلاهته. گفتم دیگه بالاتر از این نیست. در همین فکر بودم که بالاخره باز نظریه انیشتین که داره شکست میخوره حول و بلا. دیدم روحانی اومد تو تلویزیون گفتش که ما جزو پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا هستیم، از آلمان جلوتریم. گفتم دیگه اینو کسی نمیتونه، این میزان بلاهت و حماقت و دیگه سخفه. دیدم تو جمله بعدی خودش باز رکورد خودش رو زد. گفت پشت در اتاق من انبوه کشور وایسادن که تجربه مدیریت ما رو تو کرونا بگیرن. بازم این بار دیگه دیدم، گفتم دیگه این دیگه تمام، دیگه انتهای بلاهت. در همین رکورد شکنی روحانی و این که بالاخره پس که بلاهت یه تهی پیدا کرد، صحبت‌های خامنه‌ای سر واکسن اومد. گفت اولا که اصلا واکسن اگه خوبه خود غربی‌ها بزنن و من اصلا اطمینان ندارم به این واکسن. خلاصه دیدم که نه، اصلا اینا کارشون از صبح تا شب همین رکورد شکنی و اثبات این نظریه انیشتینه. یعنی بازم گفتم عجب نبوغی داشته، بدون اینکه اینا رو ببینه، با اینا دمخور باشه، چنان نظریه محکمی داده. همین الان هم امید من تو که داریم با هم صحبت میکنیم اینا در حال رکورد شکنی ان. مطمئن باش همین الان ما برگردیم بریم صفحات روزنامه رژیم صحبت های این آدماشون رو بخونیم، همینجور رکورده که پشت سر هم دارن میشکنن و دقیقاً این چیز تثبیت شده که آقا ته که نداره هیچی، تا این رژیم هم از ته پیدا نخواهد کرد. چون به شدت تعهد دادن که این نظریه پاشو صفر کنن که آقا هیچ انتهایی برای بیشعوری وجود نداره. بله.